چرا ویدیوهات حرفه‌ای دیده نمیشه؟ خب اول از همه بخوام بهت یه سری نکات بگم راجع به اینکه چجوری ویدیو تو حرفه‌ای تر کنی. باید اول از همه اینو بپرسیم که آیا مهارت حرفه‌ای تصویربرداری کردن رو داری یا نه. مهارت بخشش اکتسابیه، بخشش انتسابی. حالا یعنی چی؟ ببین آرتیست به دنیا میاد. خیلی سخت پیش میاد که یه آدم خیلی معمولی رندوم تبدیل به یه آرتیستی بشه که بخواد یه اثری جا بذاره که دنیا رو تکون بده. ولی آدم میتونه با تمرین و مهارت تخصص به دست بیاره و بتونه یه اثر هنری خلق کنه. حالا شمایی که به عنوان یک تصویربردار یا عکاس دارید فعالیت میکنید، باید بتونید یه چیزی از خودتون جا بذارید که اگه آینده دید بگه دمش گرم چه چیزی ساخته. حالا اولین قدم برای اینکه بتونیم محتوای حرفه‌ای تولید کنیم چیه؟ ببین، تجهیزات ضروریه، نور ضروریه، تخصص ضروریه، مهارت ضروریه، ولی مهمتر از همه مهارت کار کردن با لوازمیه که داری. حالا یعنی چی؟ شما وقتی میخوای تصویر برداری کنی، یا حالا موبایل داری یا دوربین داری، میکروفون یه نرمال داری، یه نوری حالا هست. اینکه چجوری بتونی از همه اون تجهیزاتی که داری بالاترین حد بهره برداری رو داشته باشی مهمترین بخش ماجراست. یعنی اگه به من 4 تا دونه نور معمولی، یه دوربین موبایلی، میکروفون معمولی بدن، درست با زاویه خوب، با نورپردازی صحیح، میتونی بالاترین حد پرفورمنس از اون محتوا بکشی بیرون. من برداشتی میگیرم که قابل قبول باشه. حالا اینکه یه عالمه تجهیزات هم در اختیارم بذارید چه بهتر، یه عالمه چیز خفن‌تر میشه تولید کرد. ولی صرفاً داشتن تجهیزات نیست. داشتن مهارت کافی به شما این قابلیت رو میده که اگه تجهیزات محدودی هم دارید، نهایت پرفورمنس ازشون بکشید بیرون. چه میخواد دوربین باشه چه موبایل. حالا مهارت استفاده کردن ازشون چی؟ شما میای استفاده کردن از اون مواردی که داری هم باید کامل یاد بگیری. یعنی مسلط کامل باشی به همه تنظیمات دوربینت، همه تنظیمات موبایلت، بدونی تو هر شرایط باید چجوری اینو تنظیمش کنی و بتونی بهترین حالت ازش استفاده کنی. ببین، شما اگه به یک راننده معمولی خیابون که بلد نیست پارک دوبل بزنه CLS 500 هم بدی، بلد نیست باهاش دونات بزنه. ولی شما به یک راننده پیست یه 206 هم بدی، برات یه کارایی میکنه که کیف میکنی. پس مهارت استفاده کردن از وسایلتون رو داشته باشید. مرحله دوم، حرفه‌ای‌ها تصویرها با نورپردازی و پردازش نوری صحیحی دارن. یعنی در بخش لیگ حرفه‌ای‌های تصویربرداری، نورپردازی یکی از مهمترین بخشاست. صرفاً داشتن یه ویدیوی خوبی، ادیت باحالی، تصویر رونین نیست. نورپردازیه که بهت جنس تصویر میده. شما اگه دنبال یک جنس تصویرید که شما رو دیدن یادش رو بیفتن، مثلا این دکور رو میبینی، الان هر جای این دکور یهو بیاد بالا رندوم تو اکسپلور ببینی، مطمئناً میگه اینو من دیده بودم. چرا؟ یه قاب ساده، یه نور خوب قراره من جلوش برای شما تصویر بگیرم. حالا نکته‌ای که هست اینه که بافت تصویر شما رو هم میشناسنتون بعد از یک تایم به اون. اهورا نیازی، زیزی سلیمی، مهدی شجری، این سه تا بافت تصویر و جنس تصویرشون آشناس. یهو تو اکسپلور ببینی میفهمی او این اهوراست، این زیزیه، این اکیپن. شما باید با نورپردازی یک جنس تصویر به اسم خودت بسازی که بتونی یک کاری تولید کنی که هم ماندگار شه، هم بازدید داشته باشه، هم کارت بگیره، بتونی خوب کار کنی. نکته مهمش تجهیزات مناسب پروژه داشتنه. ببین، هر چقدر شما این کارو باشی، گفتم باید مهارت داشته باشی ولی هر چقدر این کارو باشی، بری سر پروژه‌ای که گنده تر از تجهیزاتته، نمیتونی کارو بیاری بالا. باید تجهیزات مناسب داشته باشی. میخواد دوربین، لنز، میکروفون، رونین، نور، همه چی. همه اینا اکویپمنت های شما محسوب میشه. حالا اینکه چی داشته باشیم. ببین، من خودم شخصا همیشه فیکسیری استفاده میکنم. لنزایی که میبرم همیشه کیت های جی مستره. نورایی که میبرم همه فول ست نان لایت. الان یه دونه 500 بی اینجاست، یه دونه 60 سی اینجاست، یه دونه 60 سی پشته، یه دونه 300 کالر پشته. همه اینا نورهای با کیفیته. دوربین بالاترین حد ممکنه فیکسیری با 51 و 2، رم سی اف توشه، 4K 10 بیت داریم میگیریم. همه چی رو های لول ترین حالت ممکنشه. خب ولی یه پروژه اصلا شاید نیازی نیست همه اینا رو ببری، ولی ترکیب همه اینا با هم یک تصویر فوق العاده واسط میسازه. حالا چه جوری میتونیم خودمون رو تبدیل به یک فرد حرفه‌ای کنیم با همه این تجهیزاتی که داریم؟ تمرین، تکرار، تمرین، تکرار، تمرین، تکرار. ببین، شما استاد یک کاری اگه بخوای بشی 1000 ساعت باید تمرین کنی، 1 ساعت اجرا کنی.
شما 1 ساعت اجرا کنی بعد بری ببینی چیکار کردم، میری سر یه پروژه یه جوری گند میزنی، هم حال خودت خراب میشه، هم عزت نفست از بین میره، هم دیگه کسی بهت اعتماد نداره، هم ریدی رفته. چه کاریه؟ بیا تمرین کن، تخصص پیدا کن، پروژه هایی که خودت میچینی و برو اصلا پروژه بچین، پروژه فیک بچین، یه پروژه تبلیغاتی بچین، 30 میلیون از جیب بذار، یه ویلا اجاره کن 3 تومن، تجهیزات ببر، مدل ببر، همه چی. 30 میلیون بذار، یک تجربه بزرگ به دست بیار، یک محصولی برو پروداکتشو تولید کن. خب پول مدل نخواستی بدی، از دوستات ببر. ویلا نداشتی، از خونه یکی استفاده کن که خوشگله. هزینه تو هی بیار پایین. می‌خواستی های لول بری، اونم برو تست کن. ولی باید بری تو دل کار، باید بری انجام بدی، ترست بریزه که روز اصلی پروژه دست و پات نلرزه. و تجربه کافی داشتن. بچه‌ها هر چقدر همه چی داشته باشید، میزان تسلط شما به میزان زمانی که تو این حرفه صرف کردیده. هر چقدر زمانش بالاتر باشه، شما طبیعتاً تکنیک بهتر، مهارت بیشتر و چشم بصری بهتری دارید. یعنی میفهمی قابو چجوری باید ببندی، نور رو باید چجوری بذاری و چجوری اون تصویری که میخوای بگیری. این یه سری از نکاتی بود که بتونید تصویربرداری حرفه‌ای انجام بدید و بتونید به نسخه بهتری از خودتون تبدیل شید. مرسی که تا اینجای ویدیو رو دیدید. تا یه ویدیو دیگه، خیلی مخلصیم.